سلام دوستان گرامی، امروز با نصب شیلات در خدمت شما هستیم. یک مطلبی هست من میخوام درباره این شیلات بگم. نکنین این شیلی که میبینید در تصویر ما نصبش کردیم، ما قبل شابلون گذاشتیم به خاطر که نمیشه زانو زوج بذاریم اینا. بعد به خاطر همین شابلون گذاشتیم. زمانی که اومدن کاشی کردن شابلون رو برداشتن و سر این اتصالات یکم به سمت پایین و بالا خوابیده و ما مجبور شدیم دور کاشی‌ها رو همه رو خالی کنیم که بتونیم صافش کنیم که این شیر رو بتونیم ببندیم. کلا شیر در تصویر می‌بینید که مشاهده می‌کنید بسته شده. شیر دیگه هم همینطور. خواستم این مطلب بهتون بگم که در بعضی جاها اتفاقات میفته و باعث میشه که نتونید شیرها رو ببندید. بعد بیشتر به کاشیکارا میگم که سعی کنن این لولیکشی که لولیکش میاد انجام بده، زانوها رو انجام میده، دقت کنید داخلش و نداره که سر زانو بچرخه که فردا بخوان شیرات کسی دیگه بخواد ببنده یا خودمون لولیکش ما ببنده راحت بتونه ببندید. اینا واسه به اشتراک گذاری بذارم که بهتون که متوجه بشین دیگه. تا انتها ما همه شیرها رو بستیم. یعنی 12 تا شیر اینا هست. و این هم یکی از مشکلات لولیکش‌های موقع زمانی که میخوان بیان شیر رو کار نصب کنن، اتفاقا براشون میفته. حالا جدیداً از این لنگیایی که چرخشی اومده که پشت این شیر مقطع می‌بندن، دیگه احتیاج نیست که ما اون رو خراب کنیم. بعد اینجا نداشتم، ما بهشون بگیرین، نرفتم بگیرن، گفتم آقا همین هر جا هست برای ما درستش کن. گفتم این کندکای دیگه اشکال نداره اصلا. شما پشت کاشی خالی کن، زانوها رو صاف کن و شیر ببندش. ما سیمان سفید می‌کنیم پشت رو اینا که دیگه چی بشه. حالا من باید برم اینا رو سیمان سفیدشون بکنم که دیگه دور برش پر بشه که دیگه یکم زیباتر بشه اینا. میرم خواستم در همین ویدیو بهتون بگم که گفتم بهتون. ان شاءالله این ویدیو هم به درتون خورده باشه، مطلب گفته باشم. سابسکرایب کنید، لایک کنید، حمایت کنید. تا ویدیو بعدی همین دوستان رو به خدا میسپارم. خداحافظ.